دوستان شروع بکنم. ممنون از همگی. خب دوستانی که بعداً این صحبت رو میشنون احتمالاً اول عنوانش رو میبینن دیگه و متوجه میشن که قراره راجع به چی صحبت کنیم. اما من ترجیح میدم که عنوان رو برای شما مطرح نکنم. شما همگی یه گزارش رو خوندین تحت عنوان تجربه ناشناخته که براتون خیلی هم ابهام داشته و من امیدوارم که این صحبتی که الان خدمتتون ارائه میدم قدری از اون ابهامات رو برطرف بکنه. اگر که دوستان دیگری بعداً صدای من رو شنیدن، این مطلب رو شنیدن، میتونم پیشنهاد بکنم که اون گزارش رو بخونن یا اگر تمایل داشتن یه ملاحظه‌ای هم بر گفتار دین طبیعی اسلام داشته باشن. خب از کجا شروع بکنیم؟ از اونجایی که ما از شخصیت پیامبران به عنوان کسایی که افراد رشد یافته هستن، اونقدر رشد یافته هستن که مسئولیت‌های بزرگ بهشون سپرده بشه، یه انتظار و یه تصور داریم که گاهی می‌بینیم در متون مقدس این تغییر میکنه، این تصویری که ازشون داریم تغییر میکنه. من میخوام برم سراغ یکی از این موارد که در واقع در اونجا ما میبینیم که یک شخصیت پیامبرانه آرزوی مرگ میکنه یا حتی تولد خودش رو مورد لعنت قرار میده. میخوام ببینم چی میشه که اینطور میشه و اصلا چرا باید اینطور بشه، که میدونم این سوال خیلی از شما هست. قبلا من 4 سال پیش راجع به ایوب با شما صحبت کرده بودم. یه گفتاری بود تحت عنوان رنج ایوب. اگر اون رو شنیده باشید الان آشنا هستید با این موضوع. من هم از ایوب مثال میارم، هم از ارمیا که اونجا فقط یک اشاره کوتاه بهش کرده بودم و از یک شخصیت دیگه که در قرآن از او یاد میشه. ببینیم که اینها چی میگن. ارمیا: ملعون باد روزی که در آن زاده شدم و نامبارک باد روزی که مادرم مرا زاد. ایوب: لعنت به روزی که به دنیا آمدم و شبی که در رحم مادر قرار گرفتم. یاد آن روز برای همیشه فراموش شود و خدا نیز آن را به یاد نیاورد. و در قرآن مریم: ای کاش پیش از این مرده بودم و از یادها فراموش شده بودم. خب هم عجیبه هم مشابه همه و باید حتما ارجاع بده به یک واقعیتی. وقتی ما سوال برامون پیش میاد که خب چرا اینها باید اینطور واکنش منفی نسبت به زندگی، نسبت به بودنشون نشون بدن، حداقل 2 تا فرض رو میتونیم در نظر بگیریم. یکی این که اونقدر مشکلات و رنج‌های زندگی به اینها فشار آورده که اینطور از پا در اومدن و حتی به دنیا آمدن خودشون رو منفور میدونن. و یکی دیگه این که نه، اینها با یک واقعیتی مواجه شدن که این واقعیت اونقدر سنگینه که زندگی هرچه باشد و هر طور باشد ارزش زیستن ندارد. باید ببینیم کدوم یک از اینا درسته. وقتی که نظر مفسران رو بررسی میکنیم میبینیم بیشتر تمایل به اون فرض اول دارن. در مورد مریم که اصلا حالا آیاتی که میخوام خدمتتون ارائه بدم وقتی بررسی میکنیم میبینیم مفسران همه این رو بارداری و زایمان مریم در نظر گرفتن. این خب مسئله رو عجیب‌تر میکنه. اولا که مگه بارداری کسی مثل مریم با بارداری زنان دیگر تفاوتی داشته یا زایمانش تفاوتی داشته یا اصلا چه اهمیت دینی و معنوی داشته یا حتی چه اهمیتی در رابطه با رنج‌های زندگی داشته که ما بخوایم بر اساس یه وجه تمایزی درسی بگیریم از مریم اینجا. خب این خیلی معقول به نظر نمیاد. بهتره که بریم سراغ خود آیات و موشکافانه ببینیم که داستان از چه قراره. من میخوام اینجا به شما نشون بدم که حالت اول صادق نیست، فرض اول صادق نیست. اون چیزی که برای اینها اتفاق میفته یک معضل الهیاتی خیلی سنگینه که منجر میشه به یک معضل وجودی خیلی سنگین.
و برای اینکه بتونم شما رو با خودم همراه بکنم توجهتون رو به این جلب میکنه. ببینید اونهایی که خدا باور نیستن، به خدا باور ندارن، از اول همه زندگی رو افقی میبینن. وقتی همه زندگی افقیه، با اتکا به امور هم‌ارز سعی میکنن که با خوب و بد زندگی کنار بیان. خب استعلا برای اینها چه مفهومی پیدا میکنه؟ فرا رفتن از خود، دائما از خود در خود پیشی گرفتن. تحولات اینها تحولات افقیه، تحولات وجودیشون تحولات افقی. خب اینو داشته باشه. گروه دیگری که اینطوری نمیبینن زندگی رو، یعنی زندگی رو تحت یه امر متعالی میبینن و بهش اتکا دارن، خب مسلماً کیفیت و مدل زندگیشون فرق میکنه دیگه. اینها میتونن به دلیل ویژگی هایی که برای اون امر متعالی قائل هستن، مثل بیکرانگی، مثل جاودانگی، یا در بعضی انگاره ها مثل اینکه او یا اون امر قادر مطلقه، آگاهی محض داره و خیرخواهی بی‌نظیری داره، خودشون رو در کنف حمایت یک چنین امر بی‌نظیری قرار بدن و بنابراین دلگرمی هاشون، امیدهاشون، آرامشی که تجربه میکنن در زندگی و شور زندگیشون متفاوت از گروه اول خواهد بود. خب الان این دوتا تصویر رو دارید شما. در نظر بگیرید که یکی از این افراد گروه دوم ناگهان در یه مقطعی از زندگیش با چهره بسیار متفاوتی از اون امر متعالی مواجه بشه. متفاوت که چه عرض کنم؟ متضاد آنچه که تصور میکرده. یعنی اینکه سراسر جهان رو تحت یک امر اهریمنی ببینه، شر رو بر جهان غالب ببینه. آیا یک چنین فردی که به طور ناگهانی چشمش به یک چنین واقعیتی باز میشه میتونه بره در گروه اول قرار بگیره؟ نه، هرگز نمیتونه بعد از این ضربه بره در جایگاه گروه اول قرار بگیره. این ضربه بسیار اساسی هست. البته بستگی داره به این که اون امر متعالی رو چقدر به زندگی خودش وارد کرده باشه، چقدر در زندگیش نقش ایفا بکنه. این فرد ممکنه حتی دچار از همگسیختگی روان بشه، به جنون برسه. اگر نشه دست کم باید دچار از همگسیختگی وجودی بشه. خب به ویژه این برای چه کسانی ممکنه اتفاق بیفته؟ برای کسایی که وقتی صحبت از ایمانشون میشه، ایمان به عنوان یک باور براشون مطرح نیست. ایمان به عنوان یک وابستگی عاطفی براشون مطرح نیست. ایمان برای اینها یک درهم تنیدگی خاصی با خداونده. طوری که روز و شبشون، خواب و بیداریشون، نشست و برخاستشون، سخن و سکوتشون، همه چیزشون با خداست. خدا اصلا تفکیک پذیر از زندگی اونها، از هویتشون نیست. اینها اگر ناگهان در چنین موقعیتی قرار بگیرن و به ویژه اگر این موقعیت براشون تداوم پیدا بکنه، میتونید تصور بکنید که به چه حال و روزی میفتن. اگر قبول بکنید که اینها به بدترین وضع وجودی که یه انسان میتونه بهش برسه میرسن، یعنی تصدیق بکنید حرف من رو، باز هم من خدمتتون عرض میکنم که هنوز نمیدونید که چه بلایی سرشون اومده. چون این یه فروپاشی بینش نیست، قرار گرفتن در کانون شره. و حالا میخوایم مصادیق رو بررسی بکنیم، مثلا یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی دقیقا میفته؟ من معذرت میکنم. خب دوباره برمیگردم سراغ اون سه نمونه و میخوام بررسی بکنم ببینم آیا واقعا اینا در اثر مشکلات زندگیه که اینطور با زندگی ضدیت پیدا کردن و دچار پیچ و تاب و فغانه هستن، یا اتفاق دیگری افتاده. بذارید باز دوباره صحبت‌های خودشون رو مرور بکنیم. ارمیا رو کوتاه میگم، بعداً زیاد بهش میپردازم. خداوند با من چون جباری قاهر است. میدونید جبار قاهر یعنی چی؟ فکر نمی کنم بدونید.
هریا جان یادداشت کن، من اینو بعد از صحبتم بگم، توضیح بدم، با مثال توضیح بدم. همین جمله ولی چی نشون میده؟ مسئله با خداست. خدا با من چون جبار قادر است. ایوب اولا میگه شکایت من بر حقه، دائما شکایت داره نسبت به خدا رو محاکمه میکنه و خودش هم ابراز میکنه که شکایت من بر حق. اگر میتوانستید قصه مرا وصف کنید، آنگاه میدیدید که از شنهای ساحل دریا نیز سنگین‌تر است. برای همین است که حرفهای من تند و بی‌پرواست. خدای قادر مطلق با تیرهای خود مرا به زمین زده است. تیرهای زهرآلودش در قلب من فرو رفته است. یورش‌های ناگهانی خدا مرا به وحشت انداخته است. یورش، خدا مگه یورش میکنه؟ باز میگه که وقتی به این چیزها فکر میکنم از اون میترسم. خدای قادر مطلق جرأت را از من گرفته است و با تاریکی ترسناک و ظلمت غلیظ مرا پوشانده. باز یه جای دیگه، ای خدا مگر من جانور وحشی هستم که مرا در بند گذاشتی؟ ببین دونه دونه فاکتورها رو در نظر میگیرید، هم به بند کشیده شده، هم مورد حمله و یورشه، هم انگار نه انگار که ارزشی و حقی داره و در این حال یک وحشت عظیمی او رو فرا گرفت. حتی وقتی در بسترم دراز میکشم تا بخوابم و بدبختیم را فراموش کنم، تو با کابوس شب مرا میترسانی. ببینید یه موقع است که زندگی ما شبیه کابوس میشه، ولی حالا به هر ترتیبی شده یه چند ساعتی اگه شب بخوابیم از اون کابوسه یه چند ساعتی نجات پیدا کرد. تو این وضعیت خواب و بیداری مثل همه، یعنی یه کابوس مداوم که حتی ثانیه‌ای ازش نمیتونی گریزی داشته باشی. برایم بهتر می بود گلویم را می فشردند و خفه‌ام می کردند تا اینکه به چنین زندگی نکبتباری ادامه بدهم. از زندگی خود بیزارم. در این چند روزی که از عمرم باقی مانده مرا به حال خود رها کن. معلومه سنش هم بالاست. انسان چه ارزشی دارد که وقت خود را صرف او نمایی؟ هر روز صبح از او بازجویی کنی و هر لحظه او را بیازمایی. چرا حتی یک لحظه تنهایم نمیگذاری تا آب دهانم را فرو ببری؟ ببینید ممکنه شما فکر کنید که اینها یک جور اغراق‌های ادبیه یا مثلا تمثیل‌هایی رو به کار برده، بذار آب دهانم فرو ببر. نه، واقعا نمیتونه فرو ببره. واقعا در یه شرایطی قرار گرفته کسی که شبانه روزش با خدا بوده میگه یه ثانیه نباش، یه ثانیه با من کاری نداشته باش. خب و اما بریم سراغ مریم. حالا خیلی اون موقعی که من رنج ایوب رو توضیح میدادم میگفتم که چرا سراغ کتاب اهل عتیق رفتی؟ باید از قرآن مثال بیاری. قرآن طور دیگری زندگی رو میبینه، طور دیگری خدا رو توصیف میکنه. خیلی خوب بریم قرآن بخونیم با هم. بفرمایید قرآن. در یک جایی به مریم گفته میشه که قراره که صاحب فرزندی بشی. این چه جور جاییه؟ قرآن این رو مکان شرقی توصیف میکنه. خب من همینجا باید یه توضیح خدمت شما بدم که مکان شرقی یعنی شرایط خیلی گذرا. توصیف قرآن اینجوریه: مریم از کسانش کناره گرفت، دوری گزید و رفت به یک مکان شرقی. در اون مکان شرقی این بشارت رو دریافت. خب این ترجمه تحت لفظیش. اما اگر ما دقت بکنیم که در قرآن ما خدای مشرق و خدای مغرب داریم و متوجه باشیم که خدای مشرق و خدای مغرب خدای دو جهت جغرافیایی نیست، خدای دو وضعیت وجودیه، اون وقت مکان شرقی و مکان غربی رو هم در نسبت با اون خدا خواهیم شناخت. بنابراین مکان شرقی مریم در واقع یک مکان جغرافیایی نیست، یک وضعیت وجودیه. در اون وضعیت وجودی که یک رابطه صمیمانه‌ای میان مریم و خداوند برقرار است، یک چنین بشارتی رو دریافت میکنه. و اینکه گفته میشه از کسانش دوری گزید، معنیش این بوده یک خلوتی برای خودش فراهم کرد. خب سری به درون خودش کشید و این تجربه رو از سر گذرد. خیلی خوب، الان وقتی که به مریم گفته میشه که تو صاحب فرزندی خواهی شد، واکنشش چیه؟ میگه
این محاله، یه امر محاله. چطور ممکنه که من صاحب فرزند بشم در صورتی که یک رابطه ای نداشتم، دست بشری به من نرسیده؟ پاسخی که به مریم داده میشه باید توجه ما رو جلب بکنه. یک، برای خدا کاری نداره. دو، این نشانه‌ای برای همه مردم است. چه نشانه‌ای؟ الان ما قرنها از مریم و فرزندش فاصله داریم. نشانه چیه؟ نشانه نیست برای ما. و سه، یک امر حتمی است. گریزی از آن نداری. قصه از همینجا شروع میشه. دقیقاً قصه از همینجا شروع میشه. خب کسایی که آیات رو در واقع تحت لفظی و ظاهری میخونن، آیه بعدی رو که نگاه میکنن میگن خب مریم دوری گزیده بود از کسانش، الان باردار میشه میره یه راه دور. خب راه دور که رفته بود دوباره میره، دوبار میره راه دور. یعنی چی اصلا؟ هی مریم میره راه دور، مریم میره راه دور. دور که شده بود قبلا، دوباره چرا داری میگی دور شد؟ به دو نشانه ما این روش خوندنمون درست نیست. یکی این که فعل انتبذت که به کار رفته و ترجمه میشه دور شد، دوری گزید، از در واقع در باب افتعاله. در باب افتعال هم اغلب معنای فعل متابع است. یعنی باید ببینیم قرائن چی میگن. در حالت اول فعل ارادی مریم خودش میره به مکان شرقی، خودش دوست داره یه ارتباط معنوی برقرار کنه، خودش رو در یک وضعیت صمیمانه با خداوند قرار میده. خب اما در حالت دوم به واسطه چیزی این فعل محقق میشه. یعنی در حالت دوم با اراده و اختیار مریم اتفاق نمیافته این دور شدن. و این دور شدن رو ما باید تشخیص بدیم. دقت بکنید، یک بار مریم خلوت گزیده، دوری گزیده، دچار یک تجربه‌ای شده، با خدا گفتگویی کرده. به محض اینکه گفته میشه که این یه امر حتمیه که ازش گریزی نداری، این بار با اراده خودش نه، پرتاب میشه از موقعیتی که هست. به کجا؟ موقعیتی که درش هست آکنده از مهر خداست. نقطه مقابلش میشه چی؟ در بطن شرربارترین تجربه وجودی ممکن قرار میگیرد. تبعید خودخواسته نیست، او رو پرتاب میکنن. فعل انتبذت از ریشه نبذه یعنی انداختن با بی‌اعتنایی. مریم رو دور میندازن انگار. و شما میتونید بفهمید این چه جور تجربه‌ایه. یعنی میتونید ضربه‌ای که مریم در اون لحظه احساس میکنه رو درک بکنید که در اوج یک رابطه صمیمانه، مأنوس، عاشقانه، تو داری گفتگویی میکنی، بشارتی دریافت میکنی، میگه این امر محاله، اون میگه نه محال نیست، من میخوام انجامش بدم، پرتابت میکنه به یک موقعیتی که کاملا برخلاف ادعاست. ولی اینم دقت داشته باشید وقتی اینا رو پشت سر هم میاره معنیش اینه مریم آنقدر در موقعیت شرقی پیشرفت کرده بود که این حکم ضروری شد براش، این حکم وجودی ضروری شد که پرتاب بشه به نقطه مقابلش، به مکان غربی. و به واسطه چه چیزی پرتاب شد به اون مکان غربی؟ به واسطه اون امر حتمی. یعنی مریم باردار به چه چیز شد؟ اون امر حتمی که گریز ناپذیره. هنوز بارداره به عیسی نیست. دقت کردید؟ و نشانه دوم، نشانه اول گفتم فعل انتبذت، نشانه دوم دقیقاً وقتی میگه که پرتاب شد، دچار یه جدا افتادگی شد، خیلی غریب شد، دور انداخته شد، دقیقاً در آیه بعد گفته میشه که مریم از شدت درد و درماندگی چه گفت؟ ای کاش پیش از این مرده بودم. اینجاست که میگه ای کاش پیش از این مرده بودم. اون چیزی که میبینیم، ببینید اینا درد و رنج نیست، در اثر درد و رنج و مشکلات نمیگه ای کاش پیش از این مرده بودم. تمام تصویر و تصورش از جهان و از خدا نه اینکه فرو بریزه، واژگون میشه و این واژگونگی قابل تحمل نیست. دم میگه
کاش ندیده بودم یه همچین چیزی رو، کاش هیچ کس نبینه. کسی که تو این موقعیت قرار میگیره خیلی مراقبه که هیچ کس نفهم، بذار هیچ کس ندونه، و اونه که میتونه بفهمه این جملات یعنی چی. خیلی خوب، الان با این 3 مثالی که ما بررسی کردیم یک چیز مشخصه، یک اتفاق هولناکی در رابطه با خدا افتاده است. درسته یا نه؟ یعنی فرض دوم درسته تا اینجا. خیلی خوب، اما بریم ببینیم که این رویداد اصلا چه جور رویدادیه که اینها رو به ضدیت کامل با زندگی میرسونه. جالبه که وقتی بررسی میکنیم در ویژگی‌های متعددی می‌بینیم که این 3 تجربه با هم همخوانی و هماهنگی و همانندی دارن. من 5 تاشو انتخاب کردم که در مورد این 5 ویژگی صحبت کنم باشم. یکی این که این یه گرفتاری بیچون و چراست، بخوای نخوای پات نوشته شده و هیچ جوری هم هیچ راه گریزی ازش نداری. از هر توانمندی انسانی هم که میخوای استفاده کن، نمیتونی هیچ جوری ازش فرار کنی، حتی برای لحظه. یعنی نه، قرار شد که فقط متکی به متن بگم، اومدم که یه چیزی براتون توضیح بدم. خیلی خوب، یعنی چی این گرفتاری؟ یعنی این که تو در یک موقعیت قاهر و غالب و ویرانگری غوطه‌ور هستی که هیچ راه گریزی ازش نداری و یه ویژگی دیگه هم داره. یه جایی از این تجربه که حالا جلوتر میفهمیم کجای این تجربه است، خدا خودش وارد صحنه میشه و از دل همین نگونساری عجیب و غریب شروع میکنه صحبت کردن. پس ما نمیتونیم بگیم که خدا نقشی در این واقعه نداره. دقیقاً نقش اصلی کی داره بازی میکنه؟ خود خدا. یعنی این کاملاً به خواست و اراده خود خدا داره اتفاق میفته. برای مریم تعبیری که به کار میره مخاضه. مخاض رو ترجمه کردن درد زایمان. خیلی اشتباهه، خیلی اشتباهه. و منم یه اشکالی به خودم وارد بکنم. تا قبل از این که من نمیشناختم نه این تجربه رو نه این آیات مربوط به مریم رو دقیق خونده بودم، دچار یک اشتباهی بودم و اون این که وقتی به مخاض میرسیدم که خب یه جور غوطه‌وری در یک امر ناشناخته است، فکر میکردم یه تجربه عرفانیه. چه چیزی منو فریب داده بود؟ همین که مریم در مکان شرقی واقع شده بود و بعد دقت نمی‌کردم خب یه بار دور شده رفته مکان شرقی، از اون مکان شرقی این دفعه داره دور میشه. خب دقت بکنیم ببینیم مخاض چیه. مخاض در لغت یک موقعیت بسیار بد و نامطلوبه، موقعیتی که در اون غوطه‌وری و امکان رهایی ازش رو نداری. مریم در مخاض قرار میگیره و یک جایی که حالا فعلا نمیدونیم کجاست میبینیم که از زیر این وضعیت، از بطن این وضعیت یک صدایی بهش میگه ناراحت نباش و بعد شروع میکنه بهش امر کردن. اینو اینجا داشته باشید، بعد بهش برمیگردیم. ایوب به طور مشابهی در یه موقعیتی قرار گرفته که ازش تعبیر به گردباد میشه. گردبادیه که یه دفعه ایوب رو در خودش میپیچه و بعداً یه جایی میبینیم خدا با ایوب صحبت میکنه اما از دل گردباد. پس مشخصه دیگه خدا نقش اصلی رو داره اینجا. ویژگی دوم، خود این موقعیت خوفناک یه طرف، دوگانگی نسبت این افراد با جهان هم یه طرف دیگه. یعنی اون چیزی که قبلا به عنوان جهان میشناختن و چقدر ازش رضایت داشتن، چقدر دوست داشتن زندگی رو، چه چهره زیبایی داشت جهان به خاطر حضور خداوند، این یک طرف. خب این تجربه شخصیشونه، انکارش که نمیتونن بکنن، تجربه کردن این. و اون چه که الان میبینن که همه چیز تحت سیطره شر مطلقه، این هم یک تجربه شخصیشونه، این رو هم نمیتونن انکار بکنن. بنابراین ما وقتی که به صحبت‌هاشون توجه میکنیم یک دوگانگی در کلامشون میبینیم، دائما در نوسان بین این دو حالت هم اون درسته هم این درسته. مگه ممکنه چنین چیزی؟ و نهایتا هم همین نوسان در
در واقع اگه بخوام یه جور دیگه بگم، هم تو این وضعیت به شدت به خدا معترضن، هم حسرت خدایی رو دارن که قبلا تجربه میکردن. و یه نکته دیگر رو هم همینجا اضافه بکنم و اون این که معمولاً که نه حتما در این تجربه یک موضوعی هم وجود داره که به عنوان دروغ خدا خودنمایی میکنه. یعنی اینها دارن یک موقعیت رو تجربه میکنن معکوس آنچه خدا به آنها وعده داده است. در مورد مریم وعده چیه؟ تولد عیسی‌ست دیگه، نه؟ بشارتی به او داده شده که صاحب فرزندی میشه و این فرزند دلیلی برای همه مردمه. اما الان در چه موقعیتیه؟ هیچ ارزشی برای خدا ندارد که هیچ مورد عذاب بی‌امانیه که کاملا ناحقه. خدا صدای او رو نمیشنوه، این به او اهمیتی نمیده و او راه فراری از این موقعیت نداره. در حقیقت مریمی که داشته با خدا معاشقه میکرده ناگهان در موقعیتی قرار میگیره که به مثابه خیانت خداست. چرا؟ چون خدا به عنوان یک امر اعلایی که منشأ خیره دروغ گفته. حالا اون عذابش به کنار، اون وضعیتی که داره تحمل میکنه به کنار، خدا دروغ گفته. این شاید برای آدمای عادی خیلی اصلا ضربه محسوب نشه. یه روز با خداست، یه روز بی خداست. دیدیم دیگه، زیاد دیدیم از این آدما که تکلیفشون روشن نیست با مسئله معنویت و خدا. خیلی هم تأثیر آنچنانی هم تو زندگیشون نداره، یه روز اینوری هم یه روز اونوری. مریم که اینجوری نیست که. مریم که تا اوج تجربه شرقی رفته که نمیتونه مثل یه آدم عادی مسئله رو ببینه، نابود میشه. و توی قرآن آیه 110 سوره یوسف که من اونجا 2 سال پیش هم در یک مطلبی آورده بودمش، دقیقاً اشاره میشه به این که تا جایی که پیامبران ناامید شدند و پنداشتند که به آنها دروغ گفته شده است. پس با همشون همین معامله رو داشته خداوند. حالا چرا؟ هنوز برای ما معلوم نیست. بذارید این موقعیت‌های دوگانه رو اول یه نگاهی بهش بندازیم، ببینیم مثلا لحن و بیان اینا چجوریه تو این موقعیتی که قرار گرفتن. ایوب میگه من در کمال آرامش زندگی می‌کردم که ناگاه خدا گلوی مرا گرفت و مرا پاره پاره کرد. اکنون نیز مرا هدف تیرهای خود قرار داده است. با بیرحمی از هر سو تیرهای خود را به سوی من رها می‌کند و بدن مرا زخمی می‌سازد. ببین حتی بدن رو درگیر می‌کنه، یعنی فقط مسئله روحی و ذهنی نیست. او مانند یک جنگجو پی در پی به من حمله می‌کند. لباس ماتم پوشیده به خاک ذلت نشستم. از بس گریه کرده ام چشمانم سرخ شده و تاریکی بر دیدگانم سایه افکنده. کم سو شده دیدگانش. ولی من بیگناهم و دعایم بیریاست. ای زمین خون مرا پنهان نکن، بگذار خونم از جانب من بانگ اعتراض برآورد. یعنی خیلی مصممه به اعتراض خودش. خب همینجا بدون فاصله. الان داره همه رو از خدا میبینه دیگه. خدا به من حمله میکنه، خدا تیر میندازه، خدا اینجور کرده، خدا اونجور. بعد میگه من شاهدی در آسمان دارم که از من حمایت میکنه. بلا فاصله. دوستانم مرا مسخره میکنند ولی من اشکهای خود را در حضور خدا میریزم و به او التماس میکنم تا مثل شخصی که به حرفهای دوستش گوش میدهد به سخنانم توجه کند، زیرا به زودی باید به راهی بروم که از آن بازگشتی نیست. بریم سراغ ارمیا. خیلی جالب توجه، برای من خیلی جالب توجه از این. از حال دیگران کی بود گفتش که نگاه من فرق میکنه؟ دیگران که نگاه میکنن، اولا خود قالب کتاب ایوب یک کتاب ادبیه و اصلا اون بخش میانیش حالت شعرگونه داره. خب اینها رو میتونن به عنوان تمثیل، به عنوان اغراق‌های ادبی بهش نگاه بکنن، اما کسی که آشنای این تجربه باشه میفهمه که دونه به دونش عین واقعیت. خب با این دید نگاه بکنید.
ارمیا میگه من کسی هستم که از خشم و غضب خدا مصیبت ها دیدم. خدا مرا به اعماق تاریکی کشانده است. او بر ضد من برخاسته و دستش تمام روز بر من بلند است. او پوست بدنم را فرسوده و استخوان‌هایم را شکسته است. جان مرا با تلخی و مشقت پوشانده است. مرا مانند کسی که سالهاست مرده در تاریکی نشانده است. با زنجیرهای سنگین مرا بسته و دورم را حصار کشیده است تا نتوانم فرار کنم. فریاد برمی آورم و کمک می طلبم، ولی او به دادم نمی رسد. با دیوارهای سنگی راه مرا بسته است و طریق مرا پرپیچ و خم نموده است. او در کمین من نشست و مانند شیر بر من هجوم آورد. مرا به میان بیشه کشاند و پاره پاره ام کرد. و تنها و بی کس رهایم ساخت. او کمانش را کشید و مرا هدف قرار داد و تیرهایش به اعماق قلبم فرو رفت. مردم تمام روز به من میخندند و مرا مسخره میکنند. او زندگی را به کامم تلخ کرده است. صورتم را به خاک مالیده و دهانم را از سنگریزه پر کرده و دندانهایم را شکسته است. سلامتی و خوشبختی از من رخت بربسته است. رمق و امیدی برایم نمانده، زیرا خداوند مرا ترک گفته است. ترک گفته است یا این کارها رو داره میکنه. وقتی مصیبت و سرگردانی خود را به یاد میآورم جانم تلخ میگردد، ولی آنها را دائم به یاد میآورم و وجودم پریشان میشود. خب بلافاصله اما نور امیدی بر قلبم میتابد وقتی به یاد میآورم که رحمت خداوند بی زوال است. آری به سبب محبت اوست که ما تلف نشده ایم. وفاداری خدا عظیم است و رحمت او هر صبح بر ما میتابد. به خود میگویم من فقط خدا را دارم، پس به او امید خواهم بست. خداوند نیکوست برای کسانی که به او توکل دارند و او را میطلبند. پس خوب است که چشم امیدمان به او باشد و با صبر منتظر باشیم تا خداوند ما را نجات دهد. این باور رو ببینید، منتظر باشیم تا خدا نجات دهد. خدا هم میگه اینقدر منتظر باش تا من نجاتت بدم. نجات نمیدم. قرار نیست در این تجربه این اتفاق، قرار این بت ذهنی بشکنه. یعنی چی؟ بشینیم تا خدا نجاتمان بدهد. خدا قرار نیست کسی رو نجات بدهد بر اساس باوری که شما دارید. داستان چیز دیگری، واقعیت چیز دیگری. خب سومین ویژگی، گفتم یه جایی از تجربه هست که خدا به صحنه میاد. این کجاست؟ این مهمه که بدونید کجای تجربه خدا خودش رو نشون میده و حاضر میشه که صحبت بکنه. جایی از تجربه که این نوسان‌ها، این رفت و برگشت‌ها بین واقعیت حاضر و واقعیت گذشته، این دوگانگی دیگه کار رو به جایی برسونه که دیگه هویتی از فرد باقی نمونه و به عبارتی که من به کار میبرم به نقطه صفر وجود خودش برسه. یه جمله‌ای در کتاب ایوب هست، اونهایی که همینجور روخانی میکنن کتاب ایوب رو مسلماً اهمیتش رو درک نخواهند کرد. جمله تکان دهنده ایه. میگه سخن ایوب به پایان رسید. ما فکر میکنیم خب یعنی حرفاش تموم شد، یعنی که حرفی برای گفتن نداره. نه، این نیست. ببینید تا یه جایی هرچه که منتقدانش بهش ایراد میگیرن، تو حق اعتراض نداری، تو اصلا کی هستی که بخوای به خدا اعتراض کنی؟ خدا با اون عظمتش، با اون حکمتش، با اون قدرتش تو فهمی نداری از آنچه که خدا برای تو میخواد. شروع میکنن نقد کردن. ایوب یک به یک جواب همشون رو میده. ولی از بعد از اینکه این جمله میاد در کتاب ایوب، میبینیم مثلا الیهو شروع میکنه صحبت کردن و نقد کردن، ولی دیگه ایوبی در کار نیست که جواب بده. در واقع نه سخن ایوب، خود ایوب به پایان رسیده. اتفاقی که اینجا افتاده اینه که ذهن کاملا هوشیاره اما چیزی برای پردازش نداره.
چون همه داده هایی که قبلا بهش باور داشته فرو ریخته، همه داده هایی که پیش روش میبینه قابل باور نیست و بعد اینها هر دو در تضاد با هم دیگه هم هستن و انقدر مدت مدیدی از این وضعیت میگذره که دیگه یه جایی میرسه که ذهن چیزی رو باور نداره، چیزی رو نمیتونه به عنوان داده اولیه داشته باشه که پردازش کنه. پس هویتی هم برای فرد نمونه، نمودی از وجود دیگه نداره. اینجا یه جور مرگ اتفاق افتاده و بهتره بگم یه جور قتل. و اینجاست که خدا به صحنه میاد تا ایوبی رو که دیگه نه هیچ باوری داره، نه هیچ پیش‌فرضی داره، نه اصلا هویتی داره، یک ایوب متلاشی رو بیاره اونجوری که میخواد بسازه. اینجا وقتی خدا به صحنه میاد لحنش رو ببینید. آنگاه خداوند از درون گردباد به ایوب چنین پاسخ داد: این کیست که با حرفهای بی معنا حکمت مرا رد می کند؟ این لحن چجور لحنیه؟ مهربانانه است؟ یا مقتدرانه است بیشتر؟ این لحن ارحم الراحمین نیست هرچی که هست. خب خدای این تجربه همونطور که ارمیا توصیف کرد یک خدای جبار و قهار و لحنم همین لحن کسیه که ایوب رو از هستی ساقط کرده و وقتی که ایوب رو از هستی ساقط کرده اومده با افتخار داره میگه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. این لحنه، درسته؟ این البته این آیه در مورد رستاخیز به کار رفته. در رستاخیز عیناً همین اتفاق میفته، یک جایی همه به نیستی کامل میرسن و اونجاست که خدا میگه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. برای ایوب اینجا این اتفاق افتاده. پس ایوب داره یک تجربه رستاخیزی رو از سر میگذرونه. من در رنج ایوب توضیح دادم که تجربه دوزخه، ولی اینجا فعلا نمیخوام اون پرونده رو باز بکنم. فعلا میخوام که مواجهه خدا با این افراد رو در این موقعیت ببینید که چه مواجهه‌ای هست. خب الان ولی با دید منفی نگاه کردیم، حالا بیایید با دید مثبت نگاه بکنیم. همین که خداوند ولو با چهره قهار خودش ندا میده و میگه این کیست، این کیست، برای هر انسانی در هر شرایطی کافیه که اگه هستیشو از دست داده باشه یه دفعه به خودش بیاد و هستی خودش رو باز یابه. ببینید کی ما وجود از دست میدیم؟ برای چه کسی ممکنه وجودش و هستیش رو از دست بده؟ کسی که هیچ چیز و هیچ کسی نیست که هیچ ارتباط زنده‌ای با او برقرار کنه. ببینید حتی کسایی که دور و بر ایوبن و هی دارن نقدش میکنن و هی دارن اذیتش میکنن، با ایوب صحبت نمیکنن، با افکار خودشون دارن صحبت میکنن، با باورهای مرده خودشون دارن همینطوری کلنجار میرن. ایوب در ارتباط زنده وجودی قرار نداره و تحت اون فشار عظیم و تحت اون زمان عجیب و غریب. من باز در گفتار رنج ایوب موقعیت زمانی ایوب رو توضیح دادم که چه موقعیته. موقعیت یک زمان خطی نیست، در جاودانگی به سر میبره و فشاری که تحمل میکنه فشار بسیار زیادی. تو این موقعیت خاص تمام هستیشو از دست، مثلا هویت مثلا خودشو نمیشناسه، با اینکه کاملا هوشیاره. به محض اینکه گفته میشه این کیست، یه دفعه جاکن میشه، مثل یک تکانیه که به یه مرده بدی، احساس میکنه هست. این عبارت که عبارت ادبیه، ولی کسی که اینو نوشته خیلی هوشمندانه و حساب شده به کارش برده که خدا اولین چیزی که میگه اینه که این کیست، این کیست، هویت میده بهش. این کیست رو میگه و ایوب برمیگرده. از اینجا ما وارد مرحله تازه‌ای در این تجربه میشیم. از اینجا البته ما در کتاب ایوب خیلی دقیق نمیتونیم بفهمیم چه اتفاقی افتاد، چون قلم نگارش تغییر میکنه، یک کس دیگه ای از اینجا به بعد رو نوشته، اونطوری توضیح نمیده شفاف برای ما و ما
احساس میکنیم که خدا میاد و یک میدانی میگیره و یک رجزخانی میکنه و یک توپ و تشری میاد برای ایوب و اینها، چیزی بیش از این دستگیرمون نمیشه. اما اولا اگر بخوایم عقلانی بررسی بکنیم به این نتیجه میرسیم که فروپاشی ایوب باید برای یک جور بازسازی باشه. پس برای بازسازی باید یک دوره آموزشی گذرانده بشه. این رو اینقدر میفهمیم. بعد در گزارش ارمیا هم نمونه‌ای هست که براتون میارم که متوجه میشید بله در این دوره، در این مرحله انتظاراتی میره از فرد، تکالیفی بهش بار میشه که بر اساس اون باید چیزهایی رو یاد بگیر. اینو عرض میکردم خدمتتون. نه این مرحله نجات نیست. دقت بکنید من چی دارم میگم. یک فروپاشیدگی عظیم اتفاق افتاده، یک انسانی همه هستی خودش رو از دست داده در یک شرایط خیلی مخوف و دردناکی که اون شرایط تغییر نکرده. دقت بکنید او از این شرایط در نیامده، فقط چیزی که به این صحنه اضافه شده حضور خداست. خدا میاد و با یک چهره مهربانانه‌ای که ما به عنوان ارحم الراحمین میشناسیم نمیاد. به عنوان کی میاد؟ به عنوان کسی که حالا میخواد در واقع بازسازی بکنه این هستی از هم پاشیده رو، ولی در همون شرایط. بنابراین موقعیت تازه پیچیده تری میشه، سخت تر میشه. تا اون لحظه اگه تو تکلیفی نداشتی، حالا باید تو اون وضعیت که خودت رو هم نمیتونی درست جمع جور بکنی یه سری امور و وظایف رو هم بپذیری. در این گزارش ارمیا معلوم میشه که چه خبر. آنگاه گفتم خداوندا تو به من وعده دادی که یاریم کنی ولی مرا فریفته ای. ببینید دروغ ارمیا، دروغ برای ارمیا. خب اما من مجبورم کلام تو را به ایشان اعلام نمایم چون از من نیرومندتری، خدای جبار قهار. من مسخره مردم شدم و صبح تا شب همه به من میخندند. هیچگاه نتوانستم سخنی تشویق آمیز از جانب تو به ایشان بگویم، بلکه همیشه از بدبختی و ظلم و غارت صحبت کردم. برای همین است که اینقدر مرا سرزنش و اهانت میکنند. از طرف دیگر اگر نخواهم کلام تو را اعلام کنم و از جانب تو سخن بگویم، آنگاه کلام تو در دلم مثل آتش شعله ور می شود و تا مغز استخوان‌هایم را می سوزاند و نمی توانم آرام بگیرم. می‌بینی؟ نجات نیست. از هر طرف صدای تهدید آنها را می شنوم و بدنم می لرزد. حتی دوستانم می گویند که از دست من شکایت خواهند کرد. این مرحله‌ایه که اگر تا پیش از اون تو اعتراض میکردی و فقط سیلی میخوردی، حالا اعتراض که میکنی دستور هم دریافت میکنی. اگر انجام ندی به بد وضعی گرفتار میشی، اگر انجام بدی با خون دل انجام میدی. بنابراین شرایطی که در این مرحله تجربه میکنی به مراتب سخت‌تر. دائما اعتماد تو میشکنه و ناچاری اعتماد تو بازسازی بکنی. چاره‌ای جز این نداری برای اینکه بتونی اون تکالیف رو انجام بدی. دوباره همین اتفاق میفته و این وضعیت ادامه داره و در حقیقت فکرت، روانت، موقعیتت، آبروت، همه چیز تحت شعاع همین اوامر قرار میگیره. بذارید یه مثال قرآنی براتون بزنم که موضوع روشن‌تر بشه. از یه جایی به بعد، یعنی میخوام بگم که این مرحله هم به کجا میرسد ها. از یه جایی به بعد اونقدر اعتماد کردی و اعتمادت شکسته و اونقدر خط فرامین رو پیش بردی که لحن و برخورد یک کمی مهربانانه تر میشود. خب اما جالبه که وقتی هم مهربانانه تر می شود دیگه تو اونقدر در واقع وضعیت بغرنج رو سپری می کنی که برات فرقی نمی کنه، برات ارزشی نداره اون مهرورزی. در سوره مریم گفتم ما یه تمثیل خیلی کوتاه داریم که به مریم گفته میشه که مثلا شاخه درخت رو بگیر به سمت خودت خم کن و یک خرمایی رو بچین.
خب ما نمیفهمیم این اصلا اینا استعاره از چیه و چی رو میخواد برسونه. فقط میتونیم یه امری به مریم میشه، مریم انجام میده. انقدر هم کوتاه مطرح میشه که فکر میکنیم مثلا در ظرف چند دقیقه اتفاق افتاده، در صورتی که این صحبت از ماه و ساله، صحبت از سالهاست. اتفاق بلندیه که به اونجا میرسه که حتی وقتی خدا مهربانانه وارد عمل میشود دیگه مهرش ارزشی نداره. من میخوام شما رو برم سراغ سوره ضحی و انشراح. آیاتش رو نمیخونم، در حد اشاره میگم که اینجا با چه لحن و بیانی با محمد صحبت میشه. ببینید موقعیتی که شما دارید در این تجربه موقعیت کسیه که خدا اصلا اون رو به حساب نمیاره. چه حضور داشته باشه و حرف بزنه و تکلیف بکنه، چه حضور نداشته باشه تو ترک کرده. به هر شکل ممکن مستقیم و غیر مستقیم بخواد با تو ارتباط برقرار بکنه، کاری جز دستور دادن نداره و جز شکنجه کردن و بنابراین گویی که داره با تو دشمنی میکنه. یعنی احساس جزئی نداری که به مثابه یک دشمن علیه تو برخاسته. حالا این سوره چی میگه؟ میاد سراغ محمد. میخوام موقعیت رو درک کنید. این اتفاق کجا میفته؟ ما به اواخر مرحله دوم که میرسیم اینطوریه. محمد، پروردگارت تو را ترک نکرده است و بر تو خشم نگرفته است. محمد، اونقدر به تو میبخشم که راضی شوی. محمد، کسانی هستند که پدر از دست دادند. وقتی میگه یتیم منظورش نیست پدر یا مادر یا هر دو رو از دست دادن. از کجا میگم؟ چون میگه بر آنها خشم نگیر. و مسلما ما وقتی یک یتیم رو ببینیم که خشمگین نمیشیم که. هیچ آدم سالم وقتی یک یتیم رو ببینه خشمگین نمیشه. معنای دیگری داره. اینها خدا رو از دست دادن. چرا این اشاره رو میکنه؟ چون اصلا این تجربه برای همین است که انسان خدا را از دست داده است. یه جوری باید بفهمه خدا کیه و چه نسبتی باهاش داره. حالا آخر صحبت هم میفهمید اینا که چطور میشه این نتیجه رو گرفت. ولی حالا آیات رو از دست ندیم. محمد، کسانی هستند که پدر از دست دادند، بر آنها خشم نگیر. محمد، کسانی هستند نیازمند، سراسر وجودشان پر از سوال است، آنها را از خود نران و پس نزن. محمد، با این آدم ها حرف بزن. این حرف زدن مشاهد خیلی سخته ها. شما اصلا در یک جهانی متفاوت از جهان همه زندگی میکنید. اصلا نمیتونید با جهان انسانی ارتباط برقرار کنید. نه شما درکی از دیگران دارید، نه دیگران درکی از شما دارید. بعد حالا تو اون شرایط بگه برو با دیگران حرف بزن. با این آدم ها حرف بزن و از نعمت پروردگارت بگو. تازه از نعمت پروردگار؟ کدوم نعمت پروردگار؟ و بعد میگه اذا فرغت فانصب دیگه، یعنی از هر کاری که فارغ شدی بعدی هست. یعنی اینجوری نیست که حالا فکر کنید این لحن مهربانانه برای این است که تمام شد دیگه محمد، باشه که تجربه تمام شد الان میخوایم قشنگیاشو ببینیم. نه، از هر کاری که باید انجام بدی فارغ شدی بعدی هست. اینم اینجا داشته باشید. آخرین آیه باید توجهمون خیلی جلب کنه. به محمد گفته میشه که محمد به پروردگارت رغبت داشته باش. مگه محمد به پروردگارش رغبت نداره؟ محمد به پروردگارش رغبت نداره؟ در اون شرایط، در این تجربه، در این بخش از تجربه لازمه که بهش گفته باشه که بیا به سمت پروردگارت تا با هم حلش کنیم. محمد به پروردگارت رغبت داشته باشه. اونقدر اعتمادش سلب شده که دیگه حتی این دلداری هم جوابگو نیست و باید خیلی مستقیم بهش گفته بشه محمد به پروردگارت رغبت داشته باش. خب اگه بتونیم وضع و حال فردی رو که در این موقعیت گرفتاره درک بکنیم و نخواهیم تفره بریم و نخواهیم توجیه بکنیم،
این موقعیت یک فردی شبیه یک برده که در این حال تحت شکنجه هم هست. ما همین تعبیر رو در بیان ایوب میبینیم، حتی از ابتدای تجربه. گفتم ما این بخش از تجربه رو در کتاب ایوب نداریم که ببینیم چه اتفاقی داره برای ایوب میفته، ولی این تعبیر رو از همون ابتدا به کار میبره ایوب. یعنی از همون اول که وارد این واقعه میشه خودش رو به مثابه یک برده تحت شکنجه میبینه. چرا این اتفاق میفته؟ موضوع اینه که تو اختیارتو از دست بده. ایوب برای این تعبیر رو به کار میبره که از خودش دیگه هیچ اختیاری نداره. تو اختیارت رو از دست دادی و اونقدر برای به دست آوردن این اختیارت میجنگی و اونقدر از پا در میای که کم کم یاد بگیری که چطور اختیار اون امر غالب رو بیاری در اختیار خودت سهیم بکنی. این دستور دادن ها و این ممانعت کردن ها و پذیرفتن ها، این کشمکش ها که بین دو طرف این واقع اتفاق میفته، همه برای همینه که این انسان هم از اون جهت که هر وقت کاری براش سخت بوده میسپرده به خدا و میگفته که تو انجامش بده، هم از اون جهت که خیلی رو خودش بعضی موقع حساب باز میکردم، گفته این انتخاب منه، این تصمیم منه، من حق دارم برای خودم تصمیم بگیرم. و هیچ وقت به این فکر نکرده خب تصمیم تو هیچ وقت در هیچ شرایطی تصمیمی برای شخص تو نیست و حتما در زندگی دیگران هم تأثیر داره. برای این انسان این کشمکش لازم و اجباری. اونقدری پیش میره تا یاد بگیره چطور اختیارش رو با چیز دیگری سهیم بکنه. یه پرانتز باز بکنم. یادتونه که در قسمت دوم، در واقع در نشست دوم دین و معنای زندگی به همین موضوع اشاره کردم که ما نیاز به یک کارگردانی داریم که یک هماهنگی عمومی انجام بده بین ما. درسته؟ این همون کارگردان. اما چجوری میتونه تعلیم بده؟ این انسانی که انقدر در واقع به خود متکیه یا وقتی میخواد به خدا متکی باشم اشتباهی به خدا متکیه، چجوری باید یاد بگیره که چطور از اختیارش استفاده بکنه؟ خب حالا وقتی که این دو اختیار یاد گرفتیم که این دو اختیار چطور با هم هماهنگ میشه و با هم هماهنگ پیش میره، اتفاقی که میفته این نیست که فقط عمل ما تحت این مشارکت اتفاق میفته، گفتار هم تحت این مشارکت در میاد. ببرمتون سراغ زکریا. زکریا یه جایی بشارتی دریافت میکنه که صاحب فرزندی میشه، صاحب یحیی میشه. خب و او هم در موقعیت پیری این تجربه رو میکنه. همشون یه جورایی در موقعیت پیری وارد این تجربه میشه. در همون موقعیت شرقی هم هست. داره یک گفتگویی میکنه با خداوند و میگه چطور ممکنه که من صاحب فرزند بشم و از خدا نشانه میخواد. خدا میگه نشانه میخواد، نشونه میده. وارد این تجربه میشه و به تعبیر قرآن 3 شب تمام، یعنی 3 دوره تمام، با کسی نمیتونسته صحبت بکنه مگر به زبان وحی. تو اراده‌ای بر زبانت نداری مگر آنچه که گفته میشود که بگو. درست شد؟ این از زکریا. مریم، به مریم گفته میشه به هر کس رسیدی بگو من نذر روزه زبان دارم، من با کسی صحبت نمی کنم مگر با زبان رحمان. زبان رحمان رو راجبش همون نشست دوم صحبت کردیم که زبان جهانه و انسان باید خودش رو با اون هماهنگ کنه. خب بذار من آیه‌ش رو بخونم چون یک کلمه‌ای داره که باید باز اون رو هم در خانش اصلاح بکنم. فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. اگر از آدمیان کسی را دیدی بگو برای رحمان روزه نذر کرده‌ام. دقت بکنید میگه بگو روزه نه، یعنی حرف بزن، بگو حرف نمیزنم. تناقض داره دیگه؟ نداره، تناقض نداره. اگر اینجوری ببینیم که حرف میزند اما آن حرفی که رحمان میخواهد را میزند. خب حالا فلن اکلم الیوم انسیا،
انسیا رو ترجمه کردن یک انسان. انسی یعنی یک انسان. خب برای همین میگن امروز هر انسانی رو که دیدی بگو من امروز با هیچ انسانی صحبت نمی‌کنم. اما انسیا یعنی چیزی که منسوب به انسان است. در حقیقت اگه بخوایم دقیق بخونیم اینجا رو اینجوری باید بخونیم: من با زبان انسانی سخن نمیگویم، با زبانی که منحصراً در اختیار خودم باشد و به اختیار خودم شما رو در جریان چیزی قرار بدهد صحبت نمی‌کنم. فلن اکلم الیوم انسیا یعنی امروز با زبان انسانی سخن نمیگویم. خب این 3 ویژگی که تا حالا بررسی کردیم. ویژگی 4، سرانجام این رویداد بسیار مخوف رو حکمت و قدرت تعیین میکنه. این 2 ویژگی هایی هستن که خیلی روشون مان افتاده میشه. ما میبینیم که وقتی که ایوب زبان به شکایت و اعتراض باز میکنه، دوستانش که منتقدش هستن دائما بهش میگن که تو که نمیتونی به حکمت خدا پی ببری، پس اعتراض نکن. فاصله معرفتی ما از معرفت خداوند خیلی زیاده، پس ما حق اعتراض نداریم چون نمیدونیم چه چیزی به خیر و صلاحمونه. خب معلومه که اونا اصلا نمیتونن موقعیت رو درک بکنن. فکر میکنن مثلا ایوب در اثر رنج هایی که دیده به این روز افتاده. من تأکید میکنم، قبلا گفتم باز هم تأکید میکنم، خاطرتون باشه ایوب زمانی که سرمایه‌اش رو از دست داد، زمانی که فرزندانش رو از دست داد، زمانی که سلامتیش رو از دست داد، همون ایوب مؤمنی بود که سجده کرد خداوند رو و سپاس گفت خداوند رو و تقدیر کرد خداوند رو و خم به ابرو نیاورد. و حتی خانمش بهش معترض بود که تو همه چیز تو خدا گرفته، این چه وضعیه؟ سپاس چی داری به جا میاری؟ اتفاق دیگری برای ایوب افتاد که الان شده این ایوب. اینو توجه داشته باشیم. خب در مناظره‌ای که میان او و دوستانش اتفاق میفته ما باید این حقیقت رو در نظر بگیریم. خب حالا دوستانش به او میگن تو هیچ وقت نمیتونی دست به حکمت پیدا بکنی. ایوب هم به اونها میگه شما اگر حکمت داشتید حرف نمیزدید اصلا. خدا هم این وسط میاد میگه این کیه که روی حکمت من انقلت میذاره؟ یعنی همه دعوا سر حکمته. خب بذارید یه چند جمله‌شو بخونیم. ایوب میگه ای کاش میتوانستم مستقیم با خدای قادر مطلق سخن بگویم. گفتم قدرت و حکمت هر دو کلیدواژه‌های اصلی هستند. ایوب آرزو داره با خدای قادر مطلقش الشدی صحبت بکنه و ببینه اصلا این چیه، این چه اتفاقیه، چرا افتاده، چرا اینقدر ناحقه و چه کارش باید کرد. ای کاش میتوانستم مستقیم با خدای قادر مطلق سخن بگویم و با خود او بحث کنم، چرا که شما حقیقت را با دروغ میپوشانید. شما طبیبان کاذب هستید، اگر حکمت داشتید حرف نمیزدید. بعد جایی که عرض کردم ایوب به خاموشی رسید و خدا به میان آمد، تکرار میکنم که خدا چه گفت. آنگاه خداوند از درون گردباد به ایوب چنین پاسخ داد: این کیست که با حرفهای بی معنا حکمت مرا رد میکند؟ بعداً از آن بپرسین چرا اینجا میگه که حرفهای بی معنا، چون آخر واقعه ما میبینیم که اتفاقا خدا ایوب رو تایید میکنه و میگه که سخنان ایوب سخنان به حقی بود. خب اگر به حق بود چرا اینجا گفته میشه حرفهای بی معنا؟ میگه با حرفهای بی معنا حکمت مرا رد میکنه. بعد یه سری توپ و تشر میاد، یه سری در واقع یادآوری هایی میکنه در رابطه با قدرت خودش، حکمت خودش که بی بدیله و بعد میگه آیا هنوز هم میخواهی با من که خدای قادر مطلق هستم مجادله کنی؟ تو که از من انتقاد میکنی میتوانی جوابم را بدهی؟ لحن و بیان رو میبینید هنوز خشمگینانه است و یه جور اقتداری درش هست. به هر حال همه مسئله بر سر حکمت و قدرته. حالا
وقتی که میریم سراغ ارمیا همین موضوع رو میبینیم و یک کمی روشن‌تر. یعنی چی؟ یعنی در توصیف ارمیا از واقعیت ما هم شاهدیم که ارمیا نظرش بر قدرت خداونده، هم توجه به این داره که کم کم چرا این اتفاق داره میفته. خدای ما با قدرت خود زمین را آفرید و با حکمتش جهان را بنیاد نهاد و با دانایی خود آسمانها را به وجود آورد. به فرمان اوست که ابرها در آسمان می‌غرند. اوست که ابرها را از نقاط دور دست می‌آورد، برق ایجاد می‌کند، باران می‌فرستد و باد را از خزانه‌های خود بیرون می‌آورد. پس آنانی که در مقابل بت‌هایشان سجده می‌کنند چقدر نادانند. از اینجا می‌خوام دقت بکنید. سازندگان بت‌ها شرمسار و رسوا خواهند شد، زیرا مجسمه را خدا می‌نامند، در حالی که نشانی از زندگی در آن نیست. تا اینجا ذهن من و شما از بت چیه؟ تصورمون از بت چیه؟ دستسازهای بشری، حالا از سنگ، چوب، هرچی که هست، که خب در طول تاریخ بسیار انسان‌ها بودن که این نمادها رو مورد پرستش قرار میدن. اما دقت بکنید چی میگه؟ میگه در حالی که نشانی از زندگی در آنها نیست. بازم میگم خب برای اینکه سنگ و چوب و اینا از جمادات هستن دیگه، زندگی که نمیکنن، حالا داشته باشه. همه این بت‌ها بی ارزش و مسخره‌اند. وقتی سازندگانشان از بین بروند خودشان هم از میان خواهند رفت. نشد که من الان از سنگ و چوب یه بت بسازم، وقتی بمیرم اونم از بین میره؟ نه. پس از یه بت دیگه داره صحبت میکنه. بت‌های ذهنی ماست که با مرگ ما از میان میره. بت‌های ذهنی ما تصور و باوریه که از خدا برای خودمان ساخته ایم و آنها را پرستش میکنیم. شما ممکنه بگید نه کسایی زاده، وقتی تو یه بت ذهنی هم داشته باشی میتونی اون رو منعکس بکنی به اذهان دیگه و اون اذهان دیگه هم میتونن همون باور رو پیدا کنن، پس تو بمیری اون از بین نرفته. من میگم نه، اینجوری نیست. من وقتی که اون باور خودم رو به شما میدم یا به دیگران میدم، هر کسی که اون رو دریافت میکنه باز با پیش زمینه های خودش دریافت میکنه و بنابراین بت خاص خودش رو میسازه. پس هر کسی هر بت ذهنی داره با مرگش از بین میره. حرف ارمیا اینه: خدای قادر مطلق که حکمت را می آموزاند این بت‌ها نیست. این بت‌ها مردن، نه زندگی دارن نه زندگی به کسی میدن. خدای قادر مطلق از راه حکمت زندگی میدهد، زنده است و به طریق زنده از راه هدایت زنده حضور خود را به زندگی ها می آورد. میگه این تجربه اصلا برای این بود که این معلوم بشه. یعنی خدای قادر مطلق بیاد به صحنه و بگه که با انسان میتونه چه کارهایی انجام بده، با همراهی انسان میتونه چه چیزی براش بسازه و ساز و کار این رو بیاموزانه. خب اما خدای یعقوب مثل این بت‌ها نیست. او خالق همه موجودات است و اسرائیل قوم خاص او می باشد. نام او خداوند قادر متعال است. حالا این قدرتی که انقدر روش مانور داده میشه در قرآن هم به همین شکل مورد تأکیده. شما در مورد یونس میبینید که جایی که یونس عصبانی و خشمگین پشتشو میکنه به خدا و میره، چی گفته میشه در مورد یونس؟ گمان نمی‌کند که بر او قدرت نداریم. قدرت داریم. یعنی چی گمان می‌کند که بر او قدرت نداریم؟ فظن ان لن نقدر علیه. یعنی اینکه باز اینجا بحث همون وعده است. یه وعده‌ای به یونس داده شده، برخلافش عمل شده، اونقدر تحت زجر و آسیب قرار گرفته، یه جای دیگه میبره یونس، میذاره میره و اونجا دوباره اون چیزی که خود نمایی میکنه قدرت خداست. تو فکر میکنی که من اونقدر قدرت ندارم که اون کاری که گفتم رو انجام بدم، اون امر محالی که وعده دادم رو انجام بدم، اونجوری که تو فکر میکنی انجام نمیدم.
که شماها فکر کنید میشینید تو محراب دست به دعا برمی‌دارید بعد خدا باید اون کاری که شما میخواید براتون انجام بده. اینا نیست. اینا خودتون ساختین برای خودتون. یاد بگیر که من چجوری میتونم این کار رو محقق کنم. یاد بگیر که خدای قادر متعال چجوری میتونه وارد زندگی تو بشه. در حقیقت این قادر مطلقی که اینجا در این تجربه خودنمایی میکند خداوندی نیست که با یک سری دستورالعمل و آیین‌نامه بیاید بگوید که موسی تو این آیین‌نامه را ببر برای مردم، محمد تو این آیین‌نامه را ببر، یعقوب تو این آیین‌نامه را ببر، ابراهیم تو این آیین‌نامه را ببر. نه، این خدا یک خدای زنده همیشه زنده یعنی جاویدان است که از راه‌های هدایت زنده میتواند با انسان همراهی کند. روش این هدایت زنده در یک تجربه دینی خاص شناخته میشه که این تجربه است. چه کسانی وارد این تجربه میشن؟ یه چیزی رو من در گفتار رنج ایوب گفتم، اینجا تکرار میکنم با تاکید. کسانی که ستایشگر زندگی نزیسته نباشند، دقت کنید، ستایشگر زندگی نزیسته نباشند و مبلغ خدای نیازموده هم نباشند. میگه که خدا حکمتی دارد، تو دعا بکن اگر خیر و صلاحت باشد مستجاب میشود و دعا میکنی به نتیجه میرسی، میگی که دیدی گفتم خدا جواب دعا رو میده. به نتیجه نمیرسی، میگه خب حتما حکمتی هست. خب من از کجا بدونم تو راست میگی؟ از کجا بدونم اصلا خدایی هست که حکمتی داشته باشد که گاهی حرف مرا پاسخ میدهد که گاهی نمیدهد؟ اینجا این افراد کسانی نیستن که شما رو دعوت بکنن به یک چنین باورهایی. مبلغ خدای نیازموده نیستن. میگن من این خدا رو این چنین آزمودم، این چنین تجربه کردم، تو هم میتوانی تجربه کنی، دیگران هم میتوانند تجربه کنند. ستایشگر زندگی نزیسته هم نیستن. یعنی نمیگن که حالا درسته که ما نتونستیم زندگی کنیم ولی میشه زندگی کرد. تو که نتونستی که حقی رو نداری که بگی میشه زندگی کرد. این میشد که تو زندگی کرده بودی. پس باید چیزی رو تا آخر تجربه کرده باشن تا بتوانند درباره آن صحبت کنند. اینان که وارد این تجربه میشن. اون وقت راه و روش این هدایت زنده از طریق ساز و کارهای جهان میشه حکمت. پس برای همینه که اینقدر در این تجربه مانور داده میشه روی حکمت و قدرت. بذار یه آیه قرآن هم حیفه براتون بخونم که ببینید چه چیزایی ما در قرآن نفهمیدیم یا بهش دقت نکردیم، توجه نکردیم. 151 بقره. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. همچنان که پیامبری از خود شما را بر شما فرستادیم تا آیات ما را برایتان بخواند و شما را بپالاید و به شما کتاب و حکمت بیاموزد و آنچه را که هرگز نمیتوانستید بدانید به شما یاد بدهد. همه مسئله سر همینه. جناب کریم دقت میکنید؟ همه اون کسانی که سعی کردن مشکل رو برطرف کنن، اعم از اونهایی که عقلانی به زندگی نگاه کردن یا معنوی نگاه کردن یا هر دو، از هر توانمندی بشری سعی کردن استفاده بکنن تا به هر حال راهی پیدا بکنن که این سرشت سوگناک جهان رو تحمل پذیر بکنن و انسان رو به زندگی سزاوار خودش برسونن. به این دلیل ناکامن که از هیچ کدوم از توانمندی‌های بشری، از راه هیچ کدوم از توانمندی‌های بشری به تنهایی نمی‌شود به نتیجه رسید. و دقیقاً باید کسانی این تجربه را از سر گذرانده باشند که به کتاب و حکمت دست پیدا کرده باشند از این راه سخت و بعد اونها بیان اون چه که ما لازم داریم رو بگن، چیزی که خودتون نمیتونستید بدانید رو به شما یاد بدن.
حالا باز اون نگاه سنتی رو نداشته باشیم و یه سری دستورالعمل میارن طبق اینا عمل کنیم. بریم جلو ببینیم داستان چیه. خسته که نشدیم؟ مطمئنی؟ میتونیم الان پذیرایی بکنیم ولی من نمیخوام فیلم رو قطع بکنم. اشکال نداره. نه تو صحبت هم خیلی شمونده. میخوای قطع کنیم؟ نه. ترجیحتون چیه؟ نه. ادامه بدم. بریم سراغ ویژگی پنجم. ویژگی پنجم اینه که سرانجام این واقعه به یک پیروزی مشترکی میرسه. پیروزی مشترک خدا و انسانی که در این تجربه آموزش دیده. پیروزی بر چه چیزی؟ بر شرارت در هر شکل و ساختاری. و به این تأکید میکنم باز دوباره. ببینید من و شما وقتی خدای شرق رو، خدای مشرق رو تجربه میکنیم، نهایت اتفاقی که میتونه بیفته در درون ماست و ما فضائل و کمالاتی ممکنه پیدا بکنیم که آثار بیرونی هم داشته باشه. یعنی همه چیز به هر حال در رابطه با ماست. یعنی ما نمیتونیم جهان پیرامونمون رو تغییر بدیم که. محدوده عمل ما کمه و محدوده تأثیرمون هم به همون نسبت کم خواهد. درسته؟ اما این تجربه ادعای بسیار بزرگی داره. میگه من جهان پیرامون رو هم تغییر میدم. میگه این حکمت و قدرت فقط در تو تغییر ایجاد نمیکنه. حالا بریم جلو ببینیم چی داستان. البته به خصوص وقتی در قرآن سراغ مصادیقش میخوایم بریم، بیشتر با مصادیق سیاسی اجتماعی این پیروزی مواجه میشیم. یعنی مثلا کامیابی های پیامبران رو در نزاع‌هایی که با دشمنانشون داشتن میبینیم. به طور مشخص مثلا آیه 20 و 21 سوره مجادله رو بذارید ترجمهش رو بخونم خدمتتون. افرادی که با خدا و پیامبرانش مخالفت می‌ورزند در زمره ذلیل‌ترین افرادند. خدا مقرر داشته است که من و پیامبرانم، دقت کنید با تأکید میگه من و پیامبرانم، نمیگه من و نمیگه پیامبرانم، من و پیامبرانم چیره خواهیم شد که خدا نیرومندی شکست ناپذیر است، قوی و عزیزه. خیلی خوب. حالا اگر که نباید مصداقش رو در پیروزی های سیاسی اجتماعی پیامبران ببینیم، پس در چی ببینیم؟ یا بهتره بپرسیم پیروزی تا چه اندازه است؟ این واقعه رو فراموش نکنیم که وقتی که اتفاق افتاد به چه چیزی آسیب زد؟ به هستی افراد تجربه کننده. اولین چیزی که اونها مورد لعن و نفرین قرار دادن چه چیزی بود؟ به دنیا آمدنشان، تجربه زندگی. پس اگر پیروزی اتفاق بیفته باید تا اونجایی باشه که یک رضایت کاملی هم از وجود داشتن به اینها بده، هم از زندگی. این دو تا چیزها، یک چیز نیست. در رابطه با هر دو باید به اینها یک رضایت خاطری بده. خب آیا میده؟ من میگم میده. شما میگید از کجا میدونی؟ من میگم که یک کلید رمزی در قرآن هست، خیلی جالبه. 3 سلامه مخصوص عیسی و یحیی است. نمیتونم حالا بگم مخصوص اونهاست، ولی در واقع درباره اونها گفته شد. یحیی و عیسی فرزندان کی بودن؟ زکریا و مریم. در واقع ما با 4 نفر مواجه هستیم که هر کدوم از این 4 نفر این واقعه رو، این تجربه رو از سر گذروندن، هر کدوم مدلی متفاوت از دیگری و در عین حال بعضیشون از تجربه اون دیگری تأثیر پذیرفتن. مثلا زکریا از تجربه مریم تأثیر پذیرفته، یحیی از تجربه زکریا تأثیر پذیرفته، عیسی هم از یحیی هم از مریم تأثیر پذیرفته. خب پس یه تفاوت‌هایی با هم داره. اما چیزی که الان برای ما مهمه که بهش توجه بکنیم اینه:
یحیی ثمره عینی تجربه دینی زکریاست، این تجربه خاص دینی، و عیسی ثمره عینی همین تجربه دینی چه کسیه؟ مریم. خب خاطرمون هست که تولد عیسی، یعنی بارداری به عیسی و تولد عیسی همون امر ناممکنی بود که در تجربه شرقی مریم گفتیم ممکن نیست، محاله، و خداوند گفت برای من کاری نداره و گفت من این رو دلیلی قرار میدم برای همه مردم. فکر کنم الان دیگه کم کم میدونیم چرا دلیلیه برای همه مردم. و بعد گفت این یک امر حتمیه که ازش گریزی نداره. خب این امر ناممکن در طول این تجربه که مریم یاد میگیره چطور اختیار خداوند رو با اختیار خودش بیامیزه محقق میشه و بنابراین عیسی نشانه‌ای بر پیروزی مریم است. متوجه شدید؟ بارداری همون موقع که بشارت رو میگیره که باردار نمیشه، که در طول تجربه میآموزه چه بکنه که در واقع به این توفیق میرسه. پس عیسی الان نشانه پیروزی مریم در این تجربه است. اون 3 سلام چیه که در مورد عیسی و یحیی ذکر شده؟ عیسی میگه که سلام بر من روزی که به دنیا آمدم، روزی که از دنیا میروم و روزی که زنده برانگیخته میشم. در مورد یحیی هم گفته میشه که سلام بر او روزی که به دنیا آمد، روزی که میمیرد و روزی که زنده برانگیخته میشود. خب این یعنی چی اصلا؟ حالا این 3 سلام چه معنایی میتونه داشته باشه که کسایی زدن قدری براش ذوق میکنیم؟ شاید اگر بخوایم باز این رو هم ظاهری بخونیم اینطوری تلقی بکنیم، بگیم که شخصیت‌های دینی از بدو تولدشون مشمول سلام خداوند هستن و مقدسن. وقتی میمیرن هم مشمول سلام خدا هستن پس مقدسن. وقتی برانگیخته میشن هم مشمول سلام خدا هستن پس مقدسن. هیچ کدوم اینا نیست. اصلا این 3 سلام این معنا رو نداره. به 2 نشانه. 1 این که میگه زنده برانگیخته میشن، قید حیا رو میاره، باید توجه ما رو جلب بکنه. آیا مگه مثلا اگه منظور رستاخیزه، برانگیخته شدن در رستاخیزه، بقیه مرده برانگیخته میشن که اینا زنده برانگیخته میشن؟ چرا واژه حیا رو به کار برد؟ اینو از این جهت میگم که شما وقتی میرید از ریشه بعثه همه افعال قرآن رو میبینید و به خصوص دقت میکنید به این برانگیختگی در رستاخیز، میبینید هیچ جا قید حی وجود نداره. همه برانگیخته میشه. اما در مورد این 2 نفر وقتی این توصیف به کار میره که اینا برانگیخته میشن، یه تأکیدی وجود داره برای اینکه زنده برانگیخته میشن. خب اینو داشته باشید. بعد اونجایی که سلام به تولدشون داده میشه، سلام بر روزی که به دنیا آمدند، نمیگه زنده به دنیا آمدند. چرا نمیگه زنده به دنیا آمدند؟ پس از همینجا باید بفهمیم که ما که میدونیم وقتی متولد میشن زندن، وقتی هم برانگیخته میشن زندن، چرا یه جا غیر زنده بودن رو به کار میبره، یه جا به کار نمیبره؟ معلومه اونجایی که به کار میبره میخواد بگه که اینها به زندگی واقعی رسیدن، به زندگی اصیل رسیدن. هر زنده‌ای که زندگی نمیکنه، هر کی متولد شد که زندگی نمیکنه، که حتی خود اینها وقتی متولد شدن که زندگی نمیکردن که. این مهمه. ولی با وجود این که وقتی متولد شدن زندگی نمیکردن، سلام بر اون تولد. حالا ولی میخوام به چی اشاره بکنم؟ به این که این 3 سلام یه جور گواهی به زندگیه. میخواد بگه کجاها زندگی هست، کجاها زندگی نیست. اونجایی که عیسی و یحیی متولد شدن زنده هستن ولی زندگی نمیکنن. اونجایی که میمیرن مسلماً زندگی نمیکنن، مردن دیگه. ما میخوایم الان بفهمیم کجا مردن و این رستاخیزه که وقتی برانگیخته میشن زنده برانگیخته میشن کجاست. مسلماً اون رستاخیزه پس از مرگ نیست، چون میخواد یه درسی از زندگی برای اینجای ما بده.
و اینا هم قراره که در این زندگی به رضایت برسن. بنابراین اون مرگی که داره ازش صحبت میکنه همون تجربه‌ایه که داریم راجبش صحبت میکنیم و میگیم که یه جایی فرد رو به سکوت وجودی میرسونه و به نیستی در واقع میرسونه. اون نیستی اون ذبح اون فرده. خب میگه سلام بر روزی که به دنیا اومد ولو این که زندگی نمیکنه. سلام بر روزی که میمیره، ذبح میشه تو این تجربه که مسلماً دیگه اونجا زندگی در کار نیست. و سلام بر روزی که طوری به زندگی برمیگرده که میگه ارزش اون تولد و ارزش اون مرگ رو داشت. خب یحیی و عیسی ثمره بزرگترین تجربه انسان از خدا هستند که با بدترین وضع وجودی آغاز میشه، در شرایطی که تجربه کننده به دنیا آمدن خودش رو لعنت میکنه و مردن خودش رو هم لعنت میکنه. پس سلام یحیی و سلام عیسی به تولد، مرگ و برانگیخته شدنشون باید در نسبت با این معنا بشه. بعد معلوم بشه چه نسبتی با این داره. خب حالا خسته که نیستید من تعریف کنم که چجوری میفهمیم اینا چه ربطی به هم دارن دیگه. اصلا که خسته نیستید. بریم سراغ آیات دیگری از سوره مریم که مریم میاد الان بین مردم قرار میگیره. با چی میاد بین مردم؟ با همون امری که بهش تحمیل شده. اول که بهش تحمیل شده خب وارد این واقعه اسفناک میشه، واقعی که واقعا نه تحمل پذیره، نه در حد طاقت بشریه و نه از شر آسیب‌هاش میتونن در امان باشن و نه اصلا باورپذیره. این امر تحمیلی که حمل شده بر مریم او رو باردار کرده، اول به صورت این بلای بزرگ نمایان شده و حالا یک تغییر وضعیتی ایجاد کرده که مریم بر اساس اون میتونه با کمک زبان جهان یا زبان خدا حرف بزنه. خب ما این رو از مریم میدونیم. مریم میاد میان مردم در مریم چی میبینن؟ مردم در مریم شیئا فریا میبینن. ترجمه شده یک امر عجیب. فریا یعنی یک امر نوظهور، چیزی که تو خودت برساختی. خب مردم میگن که مریم با یه چیزی اومده ساخته و پرداخته خودشه. مترجمین و مفسرین فوری این شیئا فریا رو برمیگردونن به عیسی. تولدش تولد عجیبی بوده دیگه. یک باکره با فرزندی آمده میگه که این رو خدا به من داده. خب اینو بهش میگن شیئا فریا. اما من به شما میگم که نه، بیایید از برخورد مردم بفهمیم منظورشون از شیئا فریا چیه. قبول؟ مردم چه برخورده میکنن؟ مردم رو به مریم میگن خواهر هارون. نه پدرت فرد بدی بود، نه مادرت از حدود تجاوز میکرد. خواهر هارون. این خواهر هارون عبارتیه که نه برای مریم بلکه باید برای خواهر موسی و هارون به کار بره. و این یکی از مواردیه که کسانی که با قرآن زاویه دارن یا کسانی که پرسشگر قرآن هستن همواره براشون مسئله است که خب این چه اشتباهیه که قرآن اینجا کرده. مریم که خواهر هارون نیست. اون مریم خواهر هارون اصلا در یک موقعیت تاریخی دیگری به سر می برده. چرا مریم رو به عنوان خواهر هارون دارن معرفی میکنن؟ بعضی ها اومدن این رو اشکال قرآن دونستن، بعضی ها هم سعی کردن توجیهش بکنن. مثلا بعضی از مفسرین گفتن یه شخصی بوده خیلی صالح بوده، اسمش هارون بوده، هر کسی آدم خوبی بوده نسبتش میدادن به اون. وقتی میگن مثلا خواهر هارون، میخوان به مریم میگن تو که خیلی دختر خوبی بودی، پدرت هم آدم بدی نبود، مادرت هم از حدود تجاوز نمی‌کرد. این چه وضعیه؟ در صورتی که این نیست. مردمی که دارن این
برخورد رو با مریم میکنن، دارن تقبیحش میکنن، دارن سرزنشش میکنن، دارن توبیخش میکنن. پس عبارت خواهر هارون رو کاملا با کنایه دارن به کار میبرن. چیزی که ما میفهمیم اینه که یک شباهتی میان مریم و خواهر هارون وجود دارد که بر اساس اون میخوان مریم رو بکوبن. این خواهر هارون کی بوده؟ یک پیامبر بوده. در خود کتاب مقدس به عنوان یک پیامبر معرفی میشه. دو جور معرفی میشه، هم به عنوان خواهر هارون، هم به عنوان یک پیامبر. اما اینها وقتی که اینطور با مریم مواجه میشن، از دو جهت به شباهت مریم و این فرد دارن نگاه میکنن. یه شباهت آشکار وجود داره، اونم شباهت اسمیه. هر دو مریم هستن. اما شباهتی که ما باید استنباط بکنیم از اینجا و بفهمیم که چی بوده، اون شباهتیه که میتونه مایه توبیخ مریم باشه. اون چه که اونها در مورد اون مریم خواهر هارون قبول ندارن چه چیزیه؟ پیامبریش. چون نمیگن مریم پیامبر، میگن خواهر هارون. پیامبری او رو انکار میکنن، هویتش رو فقط محدود میکنن به نسبتش با برادرش. پس اینجا وجه تشبیه دوم ادعاییه که مریم داره مطرح میکنه و شبیه ادعای اون فرده. پس مریم با ادعای پیامبری آمده. مریم با ادعای پیامبری آمده و اینا میخوان بگن که همونطور که اون پیامبر راستینی نبود، تو هم پیامبر راستینی نیستی. ببینید اینجا ما دو تا شخصیت داریم، دو تا مریم داریم. یکی مریم خواهر هارونه، یکی مریم مادر عیسی هست. خب هر دو رو باید ویژگی هاشون رو با هم بشناسیم. الان تا اینجا فهمیدیم که مریم مشابه خواهر هارون با ادعای پیامبری اومده. از یه ویژگی مریم هم میتونیم به یه ویژگی اون پی ببریم. او با شیئا فریا اومده بود که این وجه تشبیه رو فراهم آورد. دقت کردید؟ او هم با یک امر نو ساخته ای اومد که با باورهای مردم سازگاری نداشت، علیه بت‌های ذهنی اونها بود. یک دینی رو آورد که شبیه باورهای دینی اونها نبود. پس حالا میفهمیم چه اتفاقی افتاده. اون شیئا فریا اشاره به عیسی نداره به طور مستقیم، اشاره به این داره که مریم اومده میگه من پیامبرم، من تجربه بزرگی رو از سر گذروندم که در این تجربه دین رو به عنوان یک مهارتی آموختم که نتیجه این مهارت سخن گفتن به زبان خدا و بارداری به عیسی است. همونجا در دم نفیش میکنن. خواهر هارون، اینطور نیست که تو میگی، دین اونی نیست که تو میگی. خب پس اینجا بذارید مریم خواهر هارون رو یکم بیشتر بشناسیم، به لحاظ تاریخی ببینیم کی بوده که این موضوع بیشتر برامون روشن بشه. اینو که گفتم که به عنوان پیامبر معرفی شده در کتاب مقدس، به عنوان مریم نبیه. این جناب مریم یا سرکار خانم مریم زمانی که فرعون از اون قدرت خودش ساقط میشه، حالا به وجه تمثیلش در قرآن گفته شده در دریا غرق میشه. خب اما این یه تمثیله، به هر حال سرنگون میشه فرعون. زمانی که سرنگون میشه اون فرعون با اون عقبه، با اون پشتوانه، با اون همه قدرتی که داشت، و میدونید که فرعون یک حکومت دیکتاتوری صرف که نداشت، که با اینکه الان امروزه حکومت‌های توتالیتر رو جزء حکومت‌های جهان مدرن میدونن، اون زمان نوع حکومت فرعون رو میشه یک جور حکومت توتالیتر دونست. یعنی یک حکومت استبدادی ساده نیست. در حکومت‌های استبدادی ساده شما میتونید لطمات و آسیب‌های اجتماعی، روانی، اخلاقی به آدم‌ها بزنید. خب ولی در حکومت‌های توتالیتر آسیب‌ها از این سطح فراتر، یعنی آسیب‌های وجودی میزنید و اون کسی که قدرت اصلی رو داره اینطور نیست که فکر کنید که
اگر از صحنه خارج بشه اون حکومت ساقط میشه. این حکومت‌های توتالیتر انقدر پیچیدن که به راحتی رهبرانشون هم میتونه تغییر بکنه و همچنان استقرار خودش رو حفظ بکنه. پس متکی به یک شخص دیکتاتور نیست. خب میخوام بگم حکومت فرعون حکومتی نبوده که به سادگی بشه از پسش برآمد. کاری بوده کارستان که سرنگون بشه. حالا این مریم زمانی که سرنگونی این حکومت اتفاق میفته شروع میکنه به شادمانی و پایکوبی. خب تا اینجاش هیچی. ولی جالب اینجاست اگر من و شما بودیم در این شادمانی و پایکوبی برای چه چیزی ذوق میکردیم؟ اینکه این بساط ظلم برچیده شد. درسته؟ یک حکومتی با اون عظمت، با اون قدرت، اون طور ریشه دوونده بود از پا در اومد. اما مریم که برای این ذوق نمیکنه. ذوق میکنه میگه خدا پیروز شد. خدا پیروز شد. چرا؟ چرا آدم باید تو این موقعیت برای پیروزی خدا ذوق بکنه؟ قضیه چیه؟ اولا اینو بگم که به چه روشی پیروزی رو جشن میگیره. اون موقع که دیگه رسانه های امروزی که نبوده، که اینترنت که نبوده، که مریم باید جوری صدای خودش رو در تاریخ ثبت میکرده که کسی نتونه تو تاریخ دست ببره، تو حافظه تاریخی دیگران دست ببره و واقعا یه جور دیگه تعریف کنه. یه دف دست میگیره، شروع میکنه به دف زدن و رقصیدن. فکر کنید پیامبر نوازنده یه رقاص شروع میکنه دف زدن و رقصیدن و طوری دیگران رو به وجد میاره که زنان دیگه هم شروع میکنن به دف زدن و رقصیدن و اون موقع رو میکنه به زنان و میگه خدا پیروز شد و خدا شکوهمندانه پیروز شد. این انقدر وایرال میشه که در کتاب مقدس ثبت میشه و این قومی که الان جلوی مریم ایستادن و میخوان بگن تو دروغ میگی، فقط میتونن به این قسمتش اشاره کنن که او خواهر هارون بود و نمیگن نبیه بود. چون اگر بپذیرن که نبیه بود باید بپذیرن که خدا در پیروزی بر فرعون نقش داشت. پس مریم هم الان راست میگه که خدا میتونه در امور انسانی به این نحو مشارکت داشته باشه و اون رو به نتیجه برسونه. دقت کردید چی شد؟ بذارید باز یه جور دیگه هم بگم. اگر خدا میخواست دستی از غیب بیرون بیاره و فرعون رو از پا در بیاره، ما همیشه باید منتظر می نشستیم و بنشینیم و این یک قاعده باید باشه که ببینیم کی و کجا خدا به جای ما وارد عمل می شود تا شرارت‌های عالم را برچیند. بر نمی چیند. در بحران اخیری که ما داشتیم در کشورمون من خیلی این رو میشنیدم که بعضی عزیزانی که دیگه واقعا کم آورده بودن از نظر فکری و روانی گفتن آیا اصلا خدایی هست؟ میبینه؟ میبینه و هیچ کاری نمیکنه؟ میبینه. چیکار بکنه؟ قرار نیست اون بیاد در امور انسانیش و اونجوری که شما فکر میکنید دخالت بکنه. قرار نیست. حالت دوم، اینکه خدا با مشارکت خود انسان امور درونی و بیرونی او را سامان بدهد. این اتفاق اگر بیفتد شکوهمند است، چون یک رابطه دیالکتیک میان من و خدا، شما و خدا، دیگران و خدا در یک هماهنگی با شکوهی این رو رقم میزنه. خب حالا اینا رو پس داشته باشید. اگر که مریم نبیه کسیه که ما با دیدن مریم مادر عیسی یادش برامون زنده میشه، پس ادعای تجربه ای از خدا رو داره که به یک نتیجه عینی رسیده، یعنی حالت دوم. درسته؟ و به این دلیل به نام خدا، یعنی برای خدا شادمانی میکنه که این صرفا یه پیروزی سیاسی اجتماعی نیست. این اثبات کارآمدی برنامه‌ایه که خدا هم این مریم، هم هارون و هم موسی رو در انداخته. اونها هم این تجربه رو گذروندن. خستتون کردم. بذارید این قسمت سفر خروج رو هم بخونم، از این قسمت عبور بکنم. مریم نبیه خواهر هارون دف به دست گرفت و به رقصیدن پرداخت
و زنان دیگر نیز به دنبال وی چنین کردند و مریم این سرود را خطاب به ایشان خواند: خداوند را بسرایید که شکوه مندان پیروز شده است. او اسب‌ها و سوارانشان را به دریا افکنده است. خب اینا همه درست، ولی یه مریم، یک جماعتی که همه علیهشن و میگن تو دروغ میگی، تو پیامبر نیستی، تو دینی رو نیاموختی، دین اون چیزیه که نزد ماست. الان مریم باید این وسط چه بکنه؟ در قبال این تشبیه و در قبال این اعلام ضمنی که تو دروغ میگی چه میخواد بکنه؟ مریم یک نشانه عینی داره، عیسی. همون ابتدا دیدیم که عیسی دلیلی برای همه مردم معرفی شد. اما عیسی دلیلی بر چه چیزیه؟ دلیلی بر دین با همون ماهیت وجودی که مریم مدعیش هست و زمانی میتونه دلیلی برای من و شما و دیگران در هر دوره تاریخی باشه که اون چه که مریم ادعا میکنه آزمون پذیر باشه. یعنی منم بتونم تجربهش کنم، شما هم بتونید، دیگرانم بتونید. در این صورت میتونه دلیلی برای ما باشه. خیلی خوب، اما خود مریم چندین سال و هر حال در این تجربه بوده. هر کسی وارد این تجربه بشه چندین سال در این تجربه هست. خب اونجا در اون موقعیت که الان این مواجهه مستقیم اتفاق افتاده با مردم، مگه میتونه بگه برین چند سال دیگه بیاین ببینین که جواب میده یا نه؟ نه، باید یه جور دیگه در واقع با اینها صحبت بکنه و نشانه بیاره. در اون موقعیت خاص ببینید مردم که نمیدونن شیوه بارداری مریم چه بوده، اما یه چیزی رو در مورد مریم میدونن. اگر نه همشون، بعضیاشون دیدن که مریم چه سوز و گداز و چه در واقع فقان و مشکلاتی داشته. مردم انقدر میشناسن مریم رو. یادمون هم باشه مریم دوری نگزید از مردم، داره تو همون جامعه زندگی میکنه. ما اشتباهی آیات رو خونده بودیم. پس شاهدانی داره بر این که چقدر زندگی رو انکار میکرده. خب حالا این مریم میاد به عیسی اشاره میکنه. همه نگاه میکنن به عیسی میگن نوزاد که حرف نمیزنه. راست میگن، نوزاد که حرف نمیزنه. شما واقعا فکر میکنید نوزاد حرف میزنه؟ نوزاد اصلا دستگاه مغزیش برای تکلم آمادگی داره؟ دستگاه گفتاریش آمادگی تکلم داره؟ نداره. حالا گیرم که به زعم بعضی ها یک امر خارق العاده اتفاق افتاده باشد نوزاد سخن بگوید. خب سخن بگوید، این معجزه است. شما به هر امر خارق العاده میتونید بگید معجزه پیامبرانه؟ نه مسلم. معجزه پیامبرانه باید معنای خاصی در رابطه با پیامبری داشته باشه. به هر حال به این برمیگردم. ولی وقتی که مریم اشاره میکنه به عیسی، قرار نیست عیسی حرف بزنه. قراره کی حرف بزنه؟ مریمی که به زبان رحمان سخن میگوید باید معجزش رو آشکار بکنه. اشاره میکنه به عیسی، شروع میکنه به صحبت کردن. اون قاله‌ای که در آیه میبینیم که گفت به عیسی بر نمیگرده، به رحمان برمیگرده. اما چون اشارش به عیسی است، به زبان عیسی، یعنی از طرف عیسی حرف میزنه که سلام بر من روزی که به دنیا آمدم، روزی که میمیرم و روزی که زنده برانگیخته میشم. شما حق دارید بگید این چه چیزی رو اثبات میکنه؟ من میگم خوب جایی رسیدیم. مریم از دل اون تجربه سهمگینی که ضدیت تامش با زندگی رو نشون میداده، طوری سرشار از زندگی بیرون اومده که نه تنها خودش رضایت داره از زندگی، بلکه پای یه نفر دیگر هم کشیده آورده به جهان که تو هم بیا زندگی رو تجربه کن. و نه تنها این کار رو میکنه و میگه تو هم بیا زندگی رو تجربه بکن، طعم شیرین زندگی رو بچش، بلکه خیلی با شهامت
اعلام میکنه که او هم همین تجربه رو قراره بگذرونه و من با این که میدونم همین تجربه رو میخواد بگذرونه خیلی خوشحالم از اینکه زندگی رو تجربه خواهد کرد. در واقع این گواه رضایت مریم از دینیه که او رو از اون بدترین وضع وجودی بیرون آورده و به جایی رسونده که حاضر دیگری رو به جهان بیاره ولو اینکه به مخاطراتی در بیفته و سرانجام طعم شیرین زندگی رو بچشه. اما بذارید اینجا من یه نکته رو توجه بدم، چون ممکنه در ذهن بعضی از شما باشه که پس هر کسی که بخواد این دین رو تجربه بکنه باید این وضعیت به شدت اسفناک و مخوف رو هم تجربه بکنه. خیر، هر کسی بخواد روش هماهنگی با زبان جهان رو بیاموزه باید از این راه بگذره. خیر، مریم همچین ادعایی نداره. مریم دستش رو اگر به سمت عیسی میگیره و زبان عیسی این 3 سلام رو میده، میخواد رضایت بیچون و چرای خودش رو اعلام بکنه از روشی که میخواد به عنوان دین به دیگران ارائه بده. در واقع این 3 سلام نشانه پیروزی خدا و انسان، پیروزی مشارکتی خدا و انسان در روی زندگی. حالا تصویر مریم رو داشته باشید که اشاره میکنه به فرزندش، این 3 سلام رو میده و میخواد بگه که انقدر دین کارآمد بوده برای من که از کام شرارت تام به کامیابی تام رسیدم و چه ضمانتش هم این فرزندم که عیناً همین تجربه رو خواهد داشت و به رضایت کامل از زندگی میرسه. اما ممکنه شما اینجا به من بگید که کسایی زاده این ادعای توئه که مریم داره حرف میزنه، همه میگن عیسی حرف زد، عیسی بود که در گهواره سخن گفت. من میگم الان همه نمیگن. من یه بار با یه اسقفی صحبت میکردم، میگفت قرآن شما اشتباهه. گفتم چرا اشتباهه؟ گفت برای اینکه میگه عیسی در گهواره سخن گفت. عیسی در گهواره سخن نگفت. و اونجا میشد در واقع این جواب رو به ایشون داد که حالا چون در کتاب شما نیامده که دلیلی بر نادرستیش نیست، که ممکنه همه چیز در کتاب شما نیامده باشه، یه بخشش که نیامده در قرآن آمده باشه. خب لحاظ فیزیولوژیک هم قابل قبول نیست، اما من کاری با اینها هم ندارم. بذار یکم منطقی نگاه کنیم به موضوع. اولا همونطور که گفتم معجزه باید معنادار باشه. اینکه یک طفلی یا یک نوزادی بتونه صحبت بکنه دلیل بر هیچ چیزی نیست. دلیل بر هیچ چیزی نیست، فقط میتونیم بگیم یه امر خارق العاده اتفاق افتاده. دوم، اگر این مریمه که با ادعای یک دین آمده و در واقع با یک ادعای پیامبرانه آمده، ما معجزه رو باید در مریم ببینیم، نه در عیسی. درسته؟ معجزه مریم چیه؟ یک، قدرت بیان مشارکتی با خدا، که اینو دلم میخواد دقت بکنید. یعنی چی که مثلا مریم با زبان خدا سخن گفت؟ یعنی مثلا من میتونم یه روزی احساس کنم وای وقتی دارم با شما صحبت میکنم انگار که خداست که داره از زبان من با شما صحبت میکنه. میتونم اینو بگم؟ شما میتونید به من بگید که کسایی زاده نبات داری تو خونه، بنداز تو چایی و خور، برات خوبه، درست میشه. اگه درست نشد ما روانشناسان خوبی داریم در همین شهر تهران، به یکشون مراجعه کن، مسئله رو باش در میون بذار، راهنماییت میکنه. من وقتی میگم مریم با زبان مشارکتی، زبان خدا صحبت میکنه، منظورم اینه که فصل الخطاب داره، مثل داوود که فصل الخطاب داره. یعنی چی فصل الخطاب داره؟ یعنی آخرین حرفی که باید بزنه رو میزنه که دیگه حرفی روش نمیشه زد. دیگه چی از این بالاتر که میگه شما که منو دیده بودید که اصلاً با زندگی کنار نمی اومدم و هیچ رضایتی به هیچ نحوی به زندگی نمی دادم. میگیم بله. میگه الان این فرزند من، یکی دیگر رو هم آوردم، بهتونم قول میدم اینم همین تجربه رو میگذرنه و خیلی هم خوشحالم که این تجربه رو میگذرنه، چون زندگی نتیجه این دین است و من میتونم این روش رو به شما بیاموزم. یه حرفی بالاتر از این. شاید آدم وقتی که مثلا در یک موقعیت قرار میگیره که همه علیهش هستن، حتی صحبت روزمره‌اش رو هم فراموش کنه.
توی موقعیت ها دیدین بعضی موقع‌های کسایی شما رو سرزنش میکنن یا مورد نقد قرار میدن، اصلا اون لحظه به ذهنتون خطور نمیکنه من چه جوابی میتونم بدم. بعد که صحنه برچیده میشه میگه میتونستم اینو بگم، میتونستم اونو بگم. حالا مریم نه تنها در موقعیتیه که میتونه از ذهن پویای خودش استفاده بکنه، بلکه از کمک زبانی خدا هم استفاده میکنه تا حرف آخر رو بزنه. این میشه مشارکت خدا. و دوم، همین تضمینی که داره نسبت به زندگی، همین که میگه به رغم اطلاع از سرنوشت مخوف عیسی ایمان دارم که زندگی رو میچشه و ایمان دارم که این روش به همه جواب میده. این معجزه مریم که داره تضمین میکنه به واسطه سرنوشت عیسی. معجزه مریم با این دوتا اومده. حالا پس من ادعام اینه که مریمه که داره سخن میگه. باز اگه شما بگید که نه، میگم خیلی خوب، پس به امضای آخرش نگاه کنید. چه کسی این سخن را امضا میکند؟ اینم بگم، من یادم رفت بگم قبل از اینکه این 3 سلام از زبان عیسی گفته بشه چند جمله دیگه گفته میشه. اون جملات هم کلیدی هستن. من اگه بخوام راجع به اونها صحبت کنم خیلی بحث مفصل میشه، همشون در رابطه با همین تجربه هستن. اما ما الان تمرکزمون روی این 3 تا سلام. خب اون صحبت ها رو کرد، این 3 سلام رو داد. آخرین جملات اینه: خدا با یک این و آن امضای پای این سخن رو میندازه. میگه آن عیسی پسر مریم است. پس معلوم شد خود عیسی حرف نمیزده. آن عیسی پسر مریم است، همون زبانی که داشت حرف میزد داره میگه ها. آن عیسی پسر مریم است و این چی؟ مریم. خدا. این بگید فکر میکنید چی باشه؟ خدا. کلام حق است که در آن تردید میکند. سخن خدا بود. سخن خود مریم هم نبود. سخن عیسی که اصلا نبود، فقط از طرف عیسی داشت مطرح میشد، عیسی رو معرفی میکرد. مریم داشت حرف میزد، گوینده کس دیگری بود. قاله به رحمان برمیگرده. آن عیسی پسر مریم است و این کلام حق است که در آن تردید میکند. درست شد؟ اینجوری مریم خودش رو معرفی میکنه و من همه این حرفا رو گفتم که برسم به اینجا. همه ما میدونیم در قرآن وقتی که صحبت از دین میشه، وقتی ما از قرآن میپرسیم که دین چیست، یک جواب کوتاه روشن میده: فطرت الله التي فطر الناس علیها. دین همون سرشته و سازوکار خداست که مطابقت داره با ساختار وجودی شما انسان. درسته؟ قرآنی که اون رو اونجا گفته مدعی این هست که خدا میتونه به انسان یک زندگی به حقی بده با مشارکتی که میان خدا و انسان رخ میده، حتی اگر اون انسان سختگیرترین انسان باشه و به راحتی به زندگی آری نگه. قرآن این ادعا رو داره و براش این نوع نمونه ها رو هم میاره. خب اگر قرآن اونطور به صراحت بگه دین فطرت الهی است که شما بر آن سرشته شده اید، و اگر این نمونه ها رو بیاره که بگه دین برای آن است که شما زندگی را تمام و کمال تجربه کنید، به حق خودتان و سزاوار خودتان تجربه بکنید، چرا ما باید تردید بکنیم در این که دین ماهیت وجودی داره؟ این البته فقط یه مقدمه است و ما از اینجا تازه دوباره بازخوانی قرآن رو از سر بگیریم. اما دلم میخواد به این هم اشاره بکنم، توجه داشته باشیم این تجربه برای چه کسانی اتفاق میفته و چرا. کسانی برای این تجربه انتخاب میشن که به شدت سختگیر باشن نسبت به حق وجودی انسان،
به راحتی به رضایت نرسن در رابطه با زندگی. و تجربه هم چون این ماهیتی داره که حتی اگر اینها بنا به اون سابقه وجودی که در تجربه خدا دارن و بنا به اون میل وجودی که به خدا دارن و بنا به ایمانی که رسوخ کرده در وجودشون خواستن که با کمترین ارفاقی رضایتی بدن به زندگی، این رضایت رو سلب بکنه. برای همین انقدر خشونت آمیز این تجربه. هرچه میخوان به رضایت برسن این رضایت رو سلب میکنه تا نهایتا نتیجه‌ای که به دست میاد نتیجه بسیار ارزنده‌ای باشه و به اندازه کافی راه‌های رضایت رو ابطال کرده باشه تا خودش رو اثبات بکنه. و اینه که اهمیت داره. متوجه شدید؟ بنابراین اگر که ما به این تجربه تردید داریم باید بهتر متون مقدس رو مطالعه کنیم. اگر با باورهای ما سازگار نیست، دلیل بر نبودنش نیست، نمیتونیم انکارش بکنیم. و وقتی هم میخوایم تفسیر و تحلیلش بکنیم کاملا متکی بر متون باید این کار رو بکنیم. و یک چیز کاملا مشخصه که همه اینها میخواد به یک نتیجه برسه و اون دین طبیعی اسلام. همگی خسته نباشید. مرسی.